الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وفي رواية: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم الحديث، كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. بینندگان و شنوندگان نهایت گرامی و ارجمند، در برنامه قبلی در ارتباط و پیوند با جایگاه و ارزش کار از دیدگاه شریعت و دین مقدس اسلام بحث و گفتگو داشتیم و امروز در این برنامه هم دنباله همان بحث قبلی خود را که عبارت از جایگاه کسب و کار در شریعت و دین مقدس اسلام هست باز هم به بحث و بررسی میگیریم تا ببینیم الله متعال در قرآن عظیم الشان مسئولیت ما را در قبال کسب و کار و تحرک در زندگی چی معرفی کرده است و الله متعال به عنوان یک انسان مسلمان و متعهد و خداشناس به ما چه ارشادات و راهنمونهایی دارد. و همچنان در احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این موضوع را به بحث و بررسی میگیریم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در آموزه ها و ارشادات دینی خود ما امت اسلامی را در قبال مسئولیتی کسب و کار در زندگی روزمره چی راهنمونه هایی کرده اند و از ما چی خواسته اند. آیه را که من قبلا تلاوت نمودم، الله متعال در همین آیه کریمه جایگاهی کسب و کار در دین مقدس اسلام را بیان نموده است. الله متعال ما مسلمانها را در روز جمعه، مردان که نماز جمعه بر آنها فرض است، الله متعال می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. ای کسانی که ایمان آورده اید، وقتی که به نماز جمعه بانگ کرده شد و اذان گفته شد، شما به سوی ذکر و یاد الله متعال که شنیدن خطبه و در واقع خواندن نماز جمعه هست شما بشتابید، خرید و فروش و معاملات و داد و ستد خود را ترک بکنید و بگذارید. در این آیه کریمه الله متعال با مدت کوتاه ما مسلمانها را آن هم در روز جمعه به خاطر ادا کردن فریضه جمعه فرمان و دستور می دهد که ما متوجه عبادت پروردگار خود شویم، معاملات و خرید و فروش خود را برای یک ساعت چیزی بیشتر ما ترک و رها بکنیم. الله متعال به تعقیب این آیه کریمه می فرماید: فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. مریم خواهر ما از کابل به تماس شدن، بفرمایید. بله مریم خواهر بفرمایید. شکر است، الحمدلله، فضل خدا، بخیر سلامت باشید. کدام سوره است به خاطر سخر می‌سخر این آدم سخر کنه، سخر را دیگه
اما آیت بخوانم و سوال دویم ای تو آیت مشخص در باره چی موضوع گفتین؟ در باره سفر که انسان در یک کشوری که زندگی خوب نمیشه و چی که خداوند بخواهد که سفر کنه و چیزی از نگاه شریعت کنه نمونه وجود نداره یکی؟ هدفتان از سفر کردن به کشورهای اسلامی هست یا کشورهای غربی و کفری هست؟ نه بله به این کشور اسلامی یا ایران یا پاکستان یا جای دیگه که مقصد انسان زندگی راحت به پیغمبر ما گفتن میگه که یعنی جایی که روزگار خوب نشد یا سفر کو دیگه ما میتونه که سفر درست، ما مطلبتان گرفتم. دیگه سوال دویم نیست که یعنی آیت بیسته آیت شخصیت سوره نمل شخصیت پس از که سورت نیزو خواهیم مراد انسان مستر میشه خیلی از نگاه شریعت درست، ما مطلبتان گرفتم. درست. خداحافظتان. مریم خواهر ما از کابل به تماس شده بودند و دو سوال را مطرح کردند. یکی گفتند که اگر انسان به یکی از کشورهای اسلامی سفر بکنن از نگاه شرعی ممانعتی وجود دارد یا خیر؟ ببینید خواهران و برادران گرامی، سفر کردن به کشورهای اسلامی در صورتی که یک کشور اسلامی از کشور اسلامی دیگر از نگاه امنیت، از نگاه اقتصاد، از نگاه زندگی و همچنان از نگاه عبادت و بندگی الله متعال اگر بهتر باشد، در چنین حالتی سفر کردن برای یک انسان مسلمان از یک کشور اسلامی به کشور اسلامی دیگر که از نگاهایی که من بیان کردم بهتر هست که انسان سفر بکند. ولی در صورتی که در هر کشور اسلامی که انسان وجود داشته باشد، در آنجا زندگی مرفه و آسوده تا حدی داشته باشد و بتواند شعائر دینی خود را درست انجام بدهد، عبادت و بندگی پروردگار خود را درست انجام بدهد، از نگاه امنیتی و از نگاه فشار و مشکلات از هیچ ناحیه مشکلاتی وجود نداشته باشد، پس سفر کردن به یک دیگر از کشورهای اسلامی فقط در حد اباحت هست، یعنی یک کار جایز هست، یک کار لازم و ضروری نیست که حتما انسان از یک کشور اسلامی به کشور اسلامی دیگر سفر بکند. فقط بعضی از صورتها را علما بیان کردن. مثلا در یک سرزمین انسان زندگی می کند، در یک بخش از سرزمینهای اسلامی که در آنجا مردم سنتهای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را ترک کردن و به آن عمل نمی کنند، در چنین صورتی اگر انسان زکیه خواهر ما از بدخشان به تماس شدن، بفرمایید. بله خواهر، آواز مرا داریم؟ شکر است، بخیر سلامت باشین، بفرمایید. من یک خواب دیدم، خواب می‌بینم که موبایل دکو سبزه ایکو باوکو بله موبایل دکو سبزه ایکو باوکو پرواز میکنم. درست. کدام سوال خاصی داشتین؟ اما خواب درست است، درست. بخیر و سلامت باشین. در صورتی که در یک سرزمین یا در یک جغرافیایی که انسان زندگی می کند، اگر در آنجا سنتهای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ترک شده باشد و انسان نتواند سنتهای پیامبر خود را عملی بکند و انجام بدهد، در چنین صورتی علما و دانشمندان اسلامی می فرمایند که هجرت کردن یا ترک کردن همان سرزمین و همان محیط و منطقه برای یک انسان مسلمان مستحب و بهتر است که انسان همان جا را ترک بکند
و به آن سرزمین یا به آن موقعیت و به آن جایگاهی برود که در آنجا مردم به سنتهای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عمل می کنند. ولی در صورتی که اگر در یک نقطه از سرزمین خدا که انسان زندگی بکند در آنجا احکام و عبادات شرعی خود را درست انجام داده نتواند، در چنین صورتی بر یک انسان مسلمان لازم و ضرور است که آنجا را ترک بکند. همین موضوع هجرت کردن که در شریعت اسلامی ما مطرح است در صورتی هست که یک انسان مسلمان در یک کشوری قرار دارد که آنجا موردی تهاجم و اشغال قرار گرفته است و انسان مسلمان نمیتواند که آنجا عفت خود را، ناموس خود را، دین خود را، آبروی خود را و استقلالیت خود را حفظ بکند. در چنین حالتی هست که هجرت بر انسان مسلمان فرض می شود به خاطر حفظ عفت خود، ناموس خود و دین و عقیده و اخلاق خود انسان از آنجا هجرت بکند. این مسئله برمیگردد به حالاتی که دشمن بالای یک کشور اسلامی حمله کرده باشد و آنجا زیر اشغال و استعمال قرار گرفته باشد، یا همچنان اگر یک انسان در یک کشور کفری زندگی می کند که در آنجا اصلا عبادات دینی خود را انجام داده نمی تواند، در چنین صورتهای هجرت کردن لازم و ضرور است که انسان آنجا را ترک بگوید. اما اگر انسان به خاطر اینکه زندگی مرفه و آسوده تری داشته باشد از یک کشور اسلامی به کشور اسلامی دیگر سفر بکند، این فقط در حد جواز هست، یعنی به این معنا که یک امر جائز هست، یک امر درست هست، از نگاه شرعی اشکالی ندارد. ولی بهتر هست که هر مسلمانی که در هر کشوری قرار دارد تلاش و کوشش بکند کشور خود را بسازد و در کشور خود بماند، این بهتر هست. اما در صورتی که باز هم با دلایلی که پیش خود یک انسان وجود دارد تصمیم میگیرد که از یک کشور اسلامی به کشور اسلامی دیگر سفر بکند، از نگاه شرعی جواز دارد، به شرط اینکه در آن کشوری که انسان سفر می کند از نگاه شرعی مشکل وجود نداشته باشد. مثلا شعائر و احکام دینی انسان زیر پا نشود، در آنجا با استقلال بتواند عبادت و بندگی پروردگار خود را انجام بدهد. در صورتی که زیر فشار و تهدید باشد و با استقلال کامل عبادت و بندگی خود را نتواند انجام بدهد، در چنین صورتی انسان از نگاه شرعی اجازه ندارد که از یک کشور اسلامی به چنین یک جایی سفر بکند. رقیه خواهر ما از تخار به تماس شدن، بفرمایید. بفرمایید، آواز شما را داریم. مولای صاحب سوال ما این بود که برادر ما یک بلاک داره زیروی در کابل، ما در تخار زندگی میکنیم، باز برادرم خارج رفته و بلاکش مانده بازی ما اینالی به خاطر که میگن بعد از کرا بودیم سود میشه، یعنی ما خوار برادر یا مادر ضرورت داریم به مو پولی کرای همون خانه با خود ما نمیتونیم اینجا زندگی کردیم، شرایطش سخت است. به خاطر گفتیم اگر ما این کرا بودیم پیسی که ما بگیریم کدا مشکل ندارم، به خاطر که بلاک بیکار است و صاحب بلاک هم پولی گروی را نمیده، یعنی نگه ندارم. کسی که بلاک گیرو گرفته و پول نداره شما میخواین از دست او بگیرین به کسی دیگه گیرو بتین؟ نه رقمی است که بلاک گیرو است، صاحب بلاک قرارداد پوره شده و ما میخوایم پولش از صاحب بلاک بگیریم. بلاک از برادر ما در خارج زندگی میکنه، اینا هم کسی که ما بلاک برای گیرو گرفتیم، بلاک گیروی گرفتیم، او پول ما را نمیده، میگه که من پول ندارم. باز ما میخوایم او بلاک از کرا بتیم، خود ما نمیتونیم به کابل زندگی کنیم، خود ما در خارج زندگی میکنیم، میخوایم از کرا بتیم پولی همو کرایه رو خود ما بگیریم و مصرف کنیم. یعنی ما بگیم میگن که اگر در گروی چی بگی کرا بتیم سود میشه، چون برادر خودش در پولی گروی ضرورت نداره، ما خواهر برادرش یا مادر ضرورت داریم بگیریم، کدام مشکل داره یا نداره؟ درست. و برادرتان به شما اجازه داده این کاره؟ بله اجازه داده. درست است، من مطلبتان گرفتم. بخیر و سلامت باشین، خداحافظ. و
سؤال دیگری داشتن. مریم خواهر ما گفتن که آیه چند در سوره نمل هست که این آیات از قرآن خوانده شود. گفته شده که مراد و مقصود انسان حاصل می شود و به دست می آید. به شکلی مشخص و معین ما چون این چیزی را نداریم که حتما نوشته شده باشد در یک حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و از پیامبر خدا به ثبوت رسیده باشد که اگر کسی فلان آیه از فلان سوره را بخواند به مراد و مقصود می رسد. خصوصا خواهر ما که درباره سوره نمل سوال کردن، چون این چیزی مشخص وجود ندارد. ولی در این شکی نیست که قرآن عظیم الشان شفا و درمان برای تمام امراض و بیماری ها و برای تمام مشکلات و نابسامانی های ما انسانهای مؤمن و مسلمان هست. در صورتی که ما شبیر برادری ما از کابل به تماس شدن، بفرمایید. متاسفانه که تماس برادری ما قطع شد. ما چون این چیزی مشخصی را درباره سوره نمل یا دیگر سوره های از قرآن نداریم که حتما فلان آیه از فلان سوره قرآن تلاوت کرده شود مراد و مقصود انسان به دست می آید. ولی در این شکی نیست که قرآن عظیم الشان الله متعال بیان کرده که شفا و درمان برای تمام امراض و بیماری ها، در واقع هم به امراض و بیماری های روحانی و هم به جسمانی و هم برای تمام مشکلات و نابسامانی های زندگی ما انسانها هست. در این شکی نیست که اگر انسان با نیت درست و با اخلاص کامل و با صداقت کامل اگر انسان آیات از قرآن را بخواند و دستان خود را به حضور پروردگار بلند بکند و از الله متعال بخواهد و درخواست بکند، الله متعال این قدرت و این توانایی را دارد که مشکلات ما را حل و فصل بکند. الله متعال می تواند هر نوع مشکل و پریشانی که در زندگی ما داشته باشیم الله متعال مشکلات ما را مرفوع و برطرف بکند. در این شکی نیست قرآن عظیم الشان در تمام ابعاد و زوایای زندگی ما انسانها مفید و سودمند است و به ما سود و فایده اگر الله متعال بخواهد ان شاء الله که می رسد. زکیه خواهر ما از بدخشان به تماس شده بودند و گفتن خوابی دیدن که در سبزه از یک کوه به کوه دیگر پرواز می کنند. نظیفه خواهر ما از کابل به تماس شدن، بفرمایید. بفرمایید خواهر گرامی، آوازی مرا داریم؟ شکر است، الحمدلله بخیر و سلامت باشیم. درست با سوالتان گرفتم. گفتن در یک سبزه از یک کوه به کوه دیگر پرواز میکنن. این خوابی که خواهر ما دیدن که در یک سبزه قرار دارن و از یک کوه به کوه دیگر در حالت پرواز هستند. ان شاء الله که یک خواب مبارک و خجسته هست و یک خوابی هست که دلالت به این میکنه که ان شاء الله روح و معنویت اینها در یک جایگاه خوبی قرار دارد و سبزه در خواب دیدن و همچنان پرواز کردن از نگاه خواب، از نگاه تعبیر خواب خوب هست و ان شاء الله که اینها خواب خوبی دیدن. در صورتی که اگر اینها ازدواج نکرده باشند امید هست که الله متعال به اینها یک زندگی سرسبز و شاداب و پر از موفقیت را الله متعال نصیبشان بکند. و اگر اینها ازدواج کرده باشند الله متعال در مجموع ان شاء الله با این خوابی که دیدن یک زندگی پر از موفقیت و سرشار از سعادت و خوشبختی را امیدوار هستیم که الله متعال شامل حالشان نماید. رقیه خواهر ما از تخار به تماس شدن و گفتن برادرشان در کابل
بلاک دارد و او را به گیرو دادن. به هر حال از نگاه شرعی پرسیدن که آیا بلاک یا خانه را گیرو دادن و سپس آن را به کرا دادن و از آن کرا به دست آوردن و پول و پیسه از نگاه شرعی درست هست یا کار ناجائز هست؟ خواهر گرامی، مسئله گرو یک مسئله اختلافی هست که تعداد از علما این را جائز نمی دانند و اجازه نمی دهند، ولی متأخرین احناف یعنی در مذهب حنفی علمایی که بعدها از ابو حنیفه و ابو یوسف و امام محمد رحمهم الله آمدن و اینها نظر به ضرورتی که مردم داشتن این مسئله را اجازه دادن و گفتن چون مردم به این کار ضرورت دارن از نگاه ضرورت یک امر جائز هست. بلی در صورتی که اگر کسی حویلی را گرو گرفته باشد و به اجازه همان صاحب حویلی اگر کسی که آن را به گرو گرفته اگر به اجازه او به کرا بدهد، در شکی نیست که از نگاه شرعی جواز دارد. یعنی به خاطر همین ضرورتی که در زندگی انسانها با آن گرفتار شدن، از روی ضرورت علما این را جواز دادن. شبیر برادری ما از کابل به تماس شدن، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شکر است، الحمدلله بخیر و سلامت باشین. بفرمایید، در خدمت هستیم. در صورت ضرورت داشتین خوردین یا قصدن خوردین اما تو یک حالتی پیش آمد؟ از یک ولایت تا دیگه ولایت میرفتیم. چقدر کیلومتر مسافه بود تقریبا شما به جایی که سفر میکردین؟ یک روز بود. فقط به خاطر سفر شما خوردین روزه را؟ بله. درست است، من مطلبتان گرفتم. سلامت و بخیر باشین. شبیر برادری ما از کابل به تماس شدن و گفتن در ایران اونها قرار داشتن، در کشور ایران، و از یک جا به جای دیگر به مسافه یک شب و یک روز سفر داشتن. روی همین ضرورت که مسافرت هست روزه رمضان را خوردن و گفتن از نگاه شرعی چی حکم دارد؟ بلی انسان در صورتی که مسافر باشد یک شب و یک روز سفر مدتی مسافه سفر شرعی هست که حتی بیشتر از آن هم هست. از نگاه شرعی در چنین حالتی دو راه برای یک مسافر وجود دارد. ابو حنیفه رحمه الله می فرماید اگر سفر راحت بخش و آرام باشد و مسافر تشنه و گرسنه نشود، اگرچه برای او خوردن روزه جایز هست ولی بهتر هست که روزه خود را نگه بدارد. یعنی فرض نیست، لازم نیست، جایز هست که روزه خود را بخورد، اما بهتر این هست که اگر گرسنه یا تشنه و بالای او فشار وارد نمی شود، اگر گرسنه و تشنه نمی شود بهتر هست که روزه خود را نگه بدارد. اما در صورتی که اگر باز هم یک مسافر در حالت سفر روزه خود را خورد، از نگاه شرعی کاملا جایز و درست هست. این انسان هرگز گناهگار نمی شود، فقط بر او قضا آوردن همان چند روزی که در حالت سفر روزه خود را خورده است بر او لازم است. مثلا اگر در طول سفر یک انسان 2 روز یا 3 روز روزه خود را می خورد، همان 2 روز یا 3 روز را قضا می آورد و دیگر از نگاه شرعی کدام کفاره ندارد و کدام مشکل شرعی دیگر اینجا مطرح نمی شود. نظیفه خواهر ما از کابل به تماس شده بودند و گفتند گناهی کبیره که برای همگان مشخص هست، اما گناه صغیره و خرد و کوچک به کدام گناه گفته می شود؟ خواهر گرامی، از نگاه علمی گناه صغیره به کدام گناه ها گفته می شود یا گناه کبیره به کدام گناه ها گفته می شود؟ تعداد و شمار گناهان کبیره چند است؟ در میان علما اختلافات زیادی وجود دارد. بعضی از علما میگویند گناهان کبیره 7 عدد هست و بعضی ها هم میگویند که گناه کبیره 70 عدد هست و حتی بعضی از علما گفتند
که گناه کبیره 700 عدد هست و تعداد از علما گفتن که در واقع نظر به این که محمد فاضل برادر ما از سمنگان به تماس شدن. بفرمایید. شکر است، الحمدلله بخیر و سلامت باشین. شما هم خوب هستین؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم. محمد فاضل برادر یک کمی آوازتان بلندتر. بله. متاسفانه آواز شما درست شنیده نمیشه، موقعیت خود تغییر بتین. برادر بسیار ببخشین، امی موضوع خود از سر شروع بکنین، ما قسمت های اولی صحبت شما را نشنیدم. بسیار ببخشین، از اول شروع بکنین، ما قسمت های آغاز صحبت شما را نشنویدم. بله با ما هستین؟ بله بفرمایید. میشنم، بله آواز شما را دارم. شما باز تو به شکل شرعی نکاح در میان شما بسته شد؟ فعلا شما گفتین در قلب شما یک شک باقی مانده؟ در وقت نکاح بسته کردن؟ بله میشنوین؟ متاسفانه که درست مطلب برادر خود نگرفتیم و یک قسمت خاصی از صحبت‌های اونها شنیده نشد. بله از نگاه شرعی اینها گفتن که در قدم اول اینها با دختری به اصطلاح خودشان جورآمد کردن و با هم فرار کردن و وقفه کوتاهی داریم. پس از پایان وقفه ان شاء الله باز هم دوباره به خدمت شما برخواهیم گشت و تا پای برنامه با ما همراه باشید. ان شاء الله برنامه را با هم ادامه خواهیم داد. بسم الله الرحمن الرحیم. پس از وقفه کوتاهی که داشتیم باز هم دوباره به خدمت شما قرار گرفتیم و امیدوار هستم که خواهران و برادران با برنامه خودشان همراه باشند و با هم برنامه را مشترکاً تا پایان ان شاء الله که بتوانیم ادامه بدهیم. چند لحظه قبل محمد فاضل برادر ما تماس گرفته بودند و گفتن با یک دختر به اصطلاح خودشان دوست دخترشان فرار کردن. صدف برادر ما، صدف خواهر ما از کابل به تماس شدن. بفرمایید. بفرمایید آواز شما را داریم. بله آوازتان درست نشنیدیم، یک بار دیگه تکرار بکنین. درست مطلبتان را گرفتیم. بله کدام سوالی خاص داشتین؟ درست است.
درست است، ما مطلبتون را گرفتم. بخیر و سلامت باشین. محمد فاضل برادری ما گفتن که با دوست دخترشان قبلا فرار کرده بودن و باز پس از مدتی با هم در حضور دو شاهد مسلمان و در محضر از برادرها و خواهرهای مسلمان خود اونها نکاح شرعی را با هم بستن و با هم زن و شوهر شرعی و رسمی شدن. و باز تا حدی که من شنیدم گفتن در دلشان یک شک و تردید وجود دارد که آیا همین نکاح اینها از نگاه شرعی درست باشد یا خیر. بلی در این شکی نیست که قسمت ابتدای زندگی اینها پیش از این که با هم نکاح شرعی صورت گرفته باشد و اینها با هم رابطه و پیوند داشتن از نگاه شرعی، این رابطه و پیوند پیش از این که نکاح شرعی بسته شود از نگاه شرعی ناجائز و نادرست هست. و اما پس از این که با هم به نکاح اسلامی و به نکاح شرعی و دینی اینها با هم زن و شوهر شدن، این نکاح کاملا یک نکاح درست هست و از نگاه شرعی با هم زن و شوهر شدن و این نکاحشان یک نکاح حلال و درست هست و خواهر ما و همچنان برادر ما در قلب خود دیگر کدام شک و تردید در زندگی خود نداشته باشند و زندگی خود را با کمال اطمینان سپری بکنند. و در گذشته اگر حالات پیش آمده از الله متعال درخواست مغفرت و بخشش بکنند تا الله متعال همان اشتباهاتی را که در گذشته مرتکب شدند الله متعال آن را ببخشد. اما از نگاه شرعی نکاحشان هیچ نوع مشکلی ندارد، یک نکاح کاملا شرعی و اسلامی دینی و درست هست و کاملا باید اطمینان داشته باشند. و خواهر ما نظیفه قبلا از کابل به تماس شده بودند و گفتند که گناهی صغیره یعنی گناهی خرد به کدام گناه گفته می شود. من گفتم که در تعداد گناهان کبیره علما با هم اختلاف دارند. تعدادی از علما گفتند که گناهان کبیره و بزرگ 7 عدد هست، تعدادی هم گفتند که 70 و تعدادی هم گفتند که به 700 نزدیک هست، یعنی تعداد زیادی هست. اما این که گناه صغیره به کدام گناه گفته می شود در واقع در میان گناه صغیره و کبیره اختلاف هست. از اینجاست که بعضی از علما می فرمایند لا صغیرة مع الاستغفار ولا کبیرة مع الاصرار. این علما می فرمایند کسی اگر استغفار بکند لا کبیرة مع الاستغفار ولا صغیرة مع الاصرار. اگر کسی از الله متعال درخواستی بخشش و مغفرت بکند حتی گناه کبیره و بزرگ هم بخشیده می شود و دیگر گناه بزرگی باقی نمی ماند. اگر یک گناه صغیره و کوچک باشد اما انسان با اصرار و با پافشاری و پایبندی یعنی بار بار و تکرارا آن را انجام بدهد، این گناه اگرچه کوچک و خرد هم باشد در واقع تبدیل به یک گناه کبیره و بزرگ می شود. نظر به این که الله متعال یک ذات عظیم و بزرگ و بلند مرتبه هست، اصلا بعضی از علما می فرمایند که ما نباید به گناهان کوچک و بزرگ بگوییم، یعنی همه گناهان نسبت به عظمت و بزرگی که الله متعال دارد اگرچه کوچک و خرد هم باشد باز هم بسیار گناه بزرگ هست. ولی سخن درست همین هست که علما گناهان را به دو بخش کبیره و صغیره یعنی خرد و بزرگ تقسیم و طبقه بندی کردن و سخن درست هم همین هست که گناهان بعضی از گناهان کبیره و بزرگ هستند و بعضی از گناهان هم کوچک و خرد هستند. اما انسان مسلمان زمانی که یک گناه کوچک و خرد را هم اگر انجام می دهد بهتر است که انسان فوراً توبه بکند و انسان از همان کار کرده خود پشیمان شود. ما زمانی که اگر گناه کبیره و بزرگی را هم مرتکب شویم و به آن اصرار و پافشاری نکنیم بلکه استغفار بکنیم، همان گناه اگر بزرگ هم باشد از بین می رود. ولی اگر گناه کوچک و خرد باشد
ما تکرارا و بار بار آن را انجام بدهیم، همان گناه کوچک و خرد هم در واقع تبدیل به یک گناه کبیره و بزرگ می شود. می آییم در ارتباط به سؤالی که صدف خواهر ما از کابل داشتن و گفتن در خوابشان مار خواب می بینن و بعضی اوقات دریا خواب می بینن و چیزهای دیگری هم بیان کردن. کسانی که علما و دانشمندانی که خواب را تعبیر می کنن، مار را در خواب دشمنی پنهانی بیان می کنن. یعنی اگر کسی در خواب مار خواب ببیند، این دلالت بر دشمنی پنهانی می کند. یعنی کسی هست که با انسان به شکل مخفی و پنهان عداوت و دشمنی دارد، اما او را نمی شناسد. و باز علما می فرمایند در صورتی که اگر مار در خواب به انسان ضرری نرساند و ضرر رساندن نتواند، در چنین صورت اصلا قابل تشویش نیست. یعنی همان دشمن یک دشمن زبون و بزدل و ترسو هست، یک دشمن مخفی و پشت پرده هست که قدرت و توان ضرر رساندن به انسان را ندارد. نرگس خواهر ما از هرات به تماس شدن، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. شکر است، بخیر سلامت باشید. بفرمایید. سوال داشتم در رابطه مادر من که بچه دارد، بچه عرص و زن داره گروه اسلام. ما همراه گروه خود ما یک جای زندگی میکنیم، گروه را کمان ما کمک نمیکنه. همراه ما همین گروه خود من بیکار نفقه ما درست که اداره نمیکنه. میخواستیم از نظر شریعت چی کنیم؟ درست است، من مطلب سوال شما را گرفتم. بخیر و سلامت باشین. خداحافظتون. و گفتن که دریا را در خواب میبینن. دریا در خواب تعبیر به علم و دانش و معرفت و خداشناسی می شود. کسی اگر در خواب دریا را خواب ببیند، خصوصا آب دریا صاف و روشن باشد، این دلالت بر علم و بر حالتهای خوب دارد. اما در صورتی که اگر آب گل و لای باشد، آب اگر تیره و تاریک باشد، در چنین صورتی خواب خوبی نیست. انسان از الله متعال بخواهد که اگر کدام مشکلی هست، الله متعال مشکل را از انسان دور و برطرف بکند. نرگس خواهر ما از هرات به تماس شدن و گفتن که مادرشان 8 بچه و فرزند دارد و اونها ازدواج کردن و جدا شدن و فعلا اینها با مادرشان همراهی برادری خردشان زندگی میکنن و برادر خردشان هم در شرایط فعلی بیکار هست، کاروبار و مصروفیتی ندارد و برادران بزرگ که اونها جدا هستند و شاید قدرت و توانایی اقتصاد خوب هم داشته باشند، اونها با اینها کمک و همکاری نمی کنند. گفتن از دیدگاه شرعی چه حکم دارد؟ بلی در این شکی نیست که نفقه و خرج و مصرف مادر بالای فرزندان هست. یعنی در صورتی که اگر یک زن شوهر داشته باشد، بالای شوهر او لازم هست که نفقه و خرج و مصارف زندگی همسر خود را پرداخت بکند. ثابت از بلخ به تماس شدن، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسیار ببخشین برادر گرامی، ما از ابتدا صحبت‌های شما را درست نشنیدم. اگر یک بار دیگه تکرار بکنین. بله، آوازی مرا دارین؟ مالک محترم، ما گفتم که اگر همسایتان از میفهمید که پیسه اینا از نگاه توفا و چیز هستن به دولت کار میکنه، پر مثال
از این گفا تا این قربانی میکنه این گوشت دمسایه روان میکنه خوردن از این گوشت ها خوب است هم به این دمسایه گفا یا خیرات میکنن خیرات خوردن از اینا خوب است یا نیست نمیرست نکردن زحمت نمیشه گوشتنی برای ما. تشکر، سلامت و بخیر باشین. به مطلب شما را گرفتم. درست. در صورتی که یک زن شوهر داشته باشد از نگاه شرعی بالای شوهر لازم است که باید نفقه و مصارف زندگی همسر خود را پرداخت بکند و همچنان اگر یک خواهر زیر سرپرستی برادر خود قرار دارد و بالای برادر لازم و ضرور است که باید نفقه و مصارف زندگی خواهر خود را پرداخت بکند و او را تنها نگذارد. و اینها وضعیت یا حالتی را که خواهر ما نرگس بیان کردن، در صورتی که واقعا اگر سرپرستی اینها را همین برادرهایشان می کند، یعنی جز اینها فعلا کسی دیگری را ندارن، یعنی پدری فامیل نیست یا اگر هست قدرت و توان برای پرداختن خرج و مصارف زندگی ندارد، در این شکی نیست که بالای همین اولاد و فرزندان لازم و ضرور است که باید نفقه و مصارف مادر خود را و همچنان خواهر خود را پرداخت بکنند و اینها از نگاه شرعی مسئولیت و مکلفیت دارند. در صورتی که اونها باز هم لج بکنن و اونها تن به خرج و مصارف ندهند و بگویند که ما با شما کاری نداریم، از نگاه شرعی می توانند در قدم اول کوشش بکنند این مشکل را با موی سفیدان و متنفذین محل و با امام مسجد در میان بگذارند و حل و فصل بکنند. در صورتی که اگر مشکل باز هم حل و فصل نشد، می توانند به محکمه مراجعه بکنند و از طریق فرمان و حکمی که قاضی صادر می کند اینها می توانند نفقه خود را دریافت بکنند. ثابت برادر ما سؤالی کردند و گفتند همسایه‌شان در حکومت وظیفه دارد و معاش دریافت می کند و در ضمن شاید به عنوان تحفه یا این و آن، اگر هدف اینها شاید رشوت باشد یا چیز دیگر والله اعلم، بعد از این همین همسایه‌ای که در چنین وضعیت قرار دارد قربانی می کند و یک مقدار گوشت قربانی خود را به همسایه خود می فرستد. گفتن از نگاه شرعی آیا برای همسایه خوردن گوشت همین قربانی جواز دارد یا خیر؟ ببینید از نگاه شرعی زمانی که یک همسایه همسایگی می کند، یک غوری نان به خانه همسایه خود می فرستد یا یک تکنان به خانه همسایه خود به عنوان همسایه مسلمان می فرستد، در صورتی که اگر این مسلمان چند راه درآمد و عاطفه خواهر ما از کابل به تماس شدن، بفرمایید. درست. دکاندار بوده بالی نیست اگر خرج آل به یک کس دیگه یعنی که خرج به او برسه آدم بتا میشه از قرض خلاصی. یعنی از کسی قرضدار هست، کسی که او را اصلا فعلا نمیشناسه یا از او جا رفته اصلا آدرسش نداره. درست؟ آدرسش نداره، او را قرضش همه به فقیر به یک مسکین دیگه بتیم که ناخرات خیلی برازو برسه او که قرض اجرا میشه. درست است. من سوالتان را گرفتم. بخیر سلامت باشید. دیگه دیگه پیش جماله که یک کسی پیسی زکات داده بود که بتیم یعنی مراوطی برسه بود دالو پیسی زکات در او وقت از پیش ما خرد شده به خانه و شدید آلی او را پس سالیال یعنی به او کسی که گفته بود به او فلانه نفر بده امون نفر هم فوت کرده، یعنی او پیسی زکات در مجا به یک فقیر به یک مسکین دیگه بتم او هم ادا میشه یا درست است. من گرفتم مطلبتانه. سلامت و بخیر باشید. بله، میاییم به ارتباط جواب پرسشی برادر ما ثابت.
بله اگر یک همسایه به خانه همسایه خود چیزی میفرسته و ما این همسایه را درست میشناسیم که از چند مدرک درآمد و عاید دارد، مثلا از دکان درآمد دارد و همچنان در حکومت وظیفه انجام میدهد درآمد دارد، یا شاید از طریق یک بانک سودی هم مثلا درآمد داشته باشد، در صورتی که یک همسایه ما را دعوت می کند به خاطر صرف غذا به خانه خود یا یک مقدار غذایی را به خانه ما می فرستد و ما می شناسیم که همین همسایه از چند طریق درآمد و عاید دارد، ما می بینیم در صورتی که اگر راههای درآمد و عاید این همسایه بیشتر آن درست و حلال باشد، ما در حق برادر و خواهر مسلمان خود گمان نیک می کنیم و ما همان غذایی که فرستاده آن را می خوریم بدون اینکه به خود کدام تشویش راه بدهیم، چون ما در حق همسایه خود گمان نیک می کنیم که چون مسلمان هست شاید به عنوان یک مسلمان غذایی که به ما فرستاده از همان درآمد یا عاید این غذا را تهیه و آماده کرده که حلال و مشروع است، چون ما در حق برادر و خواهر مسلمان خود باید همیشه گمان نیک داشته باشیم. اما در صورتی که یک همسایه فقط یک درآمد دارد و آن راه عایداتی و درآمدی او هم مشخص مثلا از بانک سودی هست که فقط از طریق سود یا از طریق ظلم و غصب و زورگیری یا دزدی یا اختطاف یا چیزهای دیگر که راههای نامشروع هست از آن طریق پول و پیسه خود را به دست می آورد، یا شخصی مثلا در بدنه نظام و حکومت یک وظیفه رسمی دارد و ما می فهمیم که از آن طریق رشوتی بیشماری می خورد و این با تجربه و با شواهد و اسناد و مدارک به ثبوت رسیده، در چنین صورتی اگر چنین همسایه‌ای چیزی را به ما بفرستد یا ما را به غذای خود دعوت بکند، از نگاه شرعی ما حق داریم که دعوت او را رد بکنیم، به دعوت او نرویم و همچنان چیزی که به ما فرستاده و آن را احتیاطاً و از نگاه تقوا و پرهیزگاری ما استفاده نکنیم بهتر است. امیدوار هستم که برادری ما مطلب را گرفته باشند. عاطفه خواهر ما از کابل و تماس شدن و گفتن که کسی از کسی قرضدار هست، مثلا از یک دکاندار یک مقدار پول قرض کرده و حالا همان دکاندار اصلا آدرس و موقعیت مشخصی ندارد، نقل مکان کرده به جای دیگری انتقال کرده و او را درست نمی شناسند. حالا چی کار بکنن؟ بله، در صورتی که ما از کسی قرضدار باشیم و تا یک مدت زمان قرض خود را پرداخت کرده نتوانستیم، سرانجام آن انسان آدرسش از پیش ما مفقود شد و اصلا او را نمی فهمیم که در کجا قرار و موقعیت دارد و همچنان فامیل و خانواده او را هم و خویشاوندان او را هم اصلا کسی را نمی شناسیم. در چنین صورتی همان قرض را به فقیر و مسکین اگر داده شود این بهترین راه است، یعنی بهترین راهی که یک انسان میخواهد خود را از همین پول و از همین قرض برادر و خواهر مسلمان خود خلاص بکند این هست که آن را به یک فقیر بدهد به نیت این که اجر و پاداش همین پول و پیسه به صاحب آن برسد و این بهترین کار هست و یگان راهی درست شرعی همین هست. و باز گفتن که این خواهر ما را کسی به عنوان وکیل در زکات خود گرفته و به اینها یک مقدار پول و پیسه داده که به فلان و فلان فقیر شما همین مقدار پول را به عنوان زکات از طرف من وکالتا بدهید و اینها گفتن که همان شخص حالا پول و پیسه از پیش اینها خرج و مصرف شده، اینها چی کار بکنن؟ آیا این را به دیگر فقرا و مساکین اینها کمک و همکاری بکنن یا راه حل چی می باشد؟ بلی راه حل این هست در صورتی که به همان شخصی که گفته شده این زکات را بدهید، مشخص اگر همان شخص زنده باشد برای خود همان شخص داده شود. در صورتی که خود همان شخص وفات کرده باشد اگر فامیل و خانواده داشته باشد، پسر و دختر و زن داشته باشد، خانواده او مشخص و معلوم باشد، بعد از وفات خود همان شخص
باید آن زکات به خانواده او داده شود تا اونها به عنوان یک صدقه یا یک زکات آن را در زندگی خود به خرج و مصرف برسانند. یعنی از نگاه شرعی جواز ندارد که خواهر ما این پول را در پیش خود نگاه بکنند و همچنان به دیگر فقرا و مساکین بدهند، چون کسی که اینها را وکیل گرفته جای مصرف کردن آن را هم مشخص بیان کرده که عبارت از فلان شخص هست. اگر خود آن شخص زنده باشد به خود او باید پرداخته شود، در صورتی که خود او وفات کرده باید به فامیل و خانواده او، به اولاد و فرزندان و همسر او باید این زکات پرداخته شود تا اونها مصرف بکنند. میاییم در ارتباط به ادامه بحث خود. بحث ما در ارتباط به فضیلت و جایگاه کسب و کار بود و آیه از قرآن عظیم الشان را هم در این راستا خواندیم و در این آیه کریمه الله متعال می فرماید فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. زمانی که نماز ادا کرده شد، یعنی نماز جمعه خوانده شد، فانتشروا فی الارض، شما مسلمانها در روی زمین پخش و نشر شوید و پراگنده شوید. وابتغوا من فضل الله، و رزق روزی خدا را بجویید و بطلبید. در این آیه کریمه الله متعال به ما مسلمانها خصوصا به مردها فرمان و دستور داده بعد از این که نماز جمعه یک فرض الهی هست، زمانی که این عبادت را انجام دادن با تعقیب آن در سرزمین خدا پراگنده شوند و به خاطر رزق روزی که الله متعال در سرنوشت اونها رقم زده است به دنبال همان رزق و روزی خود حرکت بکنن و یک چند لقمه غذای حلال را برای زندگی خود و برای امرار معاش خود اونها کسب و کمایی بکنن. پس الله متعال ما مسلمانها را به تلاش و جدیت به کسب و کار و به همچنان زحمت کشیدن دستور می دهد و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم در یک حدیثی که یک صحابی، یک مسلمان از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سؤال کرد و پرسید یا رسول الله ای الکسب اطیب، ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کدام کسبها و کارها حلالتر و پاکیزتر و بهتر می باشد؟ یعنی به عنوان یک انسان مسلمان من برای امرار معاش و زندگی خود من چی کسب و کار و چی کاری را روی دست بگیرم و انجام بدهم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن عمل الرجل بیده، عمل و کار یک مسلمان با دست او. یعنی پیامبر خدا ما را تشویق کردن که ما با آبیله کف دست خود و با عرق پیشانی خود با تلاش و کوشش خود ما کار بکنیم و درآمدی حلال و شرعی داشته باشیم و ما زندگی خود را موفقانه به پیش ببریم. پس اینجا کلمه ید یا دست یک مفهوم عام دارد. اگر یک شخص تجارت و دکانداری بکند، اگر یک شخص زراعت و کشاورزی بکند، اگر یک شخص خیاط باشد خیاطی بکند، اگر یک شخص نجار باشد نجاری بکند، اگر یک شخص معمار باشد معماری بکند، اگر یک شخص در هر کسب و کار دیگری هست که با آبیله کف دست و با زحمت خود یک چند لقمه غذای حلال را کسب و کمایی می کند، پیامبر خدا این کار را بهترین کار، حلالترین و پاکیزترین کار بیان و معرفی کردن. و بهترین و پاکیزترین کار هم همان کاری هست که با آبیله کف دست و با زحمت و تلاش شخصی خود انسان به دست بیاید. در یک حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای تشویق امت اسلامی به یک صحابی یک درس می دهد. در واقع تا بروز قیامت این حدیث مبارک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای همه ما مسلمانها درس هست. پیامبر خدا به یک صحابی فرمودن لأن یأخذ احدکم حبله. وقتی برنامه ما در همین جا به پایان رسید
و تا برنامه های دیگر که باز هم اگر خواست خدا بود در خدمت شما قرار گرفتیم، ان شاء الله که باز قرار خواهیم گرفت و در خدمت شما خواهیم بود و تا برنامه های بعدی همه شما را به الله یکتا می سپارم. شب و روز خوش و موفقی را در اختیار داشته باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.